سلام دوستان. درس گذشته اولیدی ما در باره نظام بانکداری سخن دادیم و عموما درس گذشته دیدیم که نظام بانکی جمهوری تاجیکستان نظام دوزینگی میباشد و عموما اگر در از طریق پیشتری نظام بانکی اگر با طریق پیشتری نظر کنیم ما دیده میتوانیم که نخستین مؤسسه بانکی که در اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یعنی پیدا شد این سال 1925 بود. اولین مؤسسه بانکی و سال 1991 یعنی ما پس از سوسیالیستی و دست آوردن ما دو قانونی مخصوصا یعنی قبولگردی که در اساس این دو قانون یعنی نظام قانون جدی و نظام بانکی جمهوری تاجیکستان رو و این قانونگذاری ها قانون درباره بانک ملی تاجیکستان جمهوری تاجیکستان و قانون درباره بانک ها و فعالیت بانکی بودند که در این قانونگذاری ها درج کرده میشدند که نیم بر مؤسسه بانکی که تأسیس داده میشوند در اساس مبلغ‌های خودی سرمایه تأسیس داده. یعنی ما گفته گذاشتیم که در همین قانونگذاری آورده شده بود که نظام بانکداری یعنی نظام بانکی جمهوری تاجیکستان دوزینگی اعتراف کرده می شود و عموما تمام تشکیلات‌های قرضی در اساس خود تامین کنی یعنی فعالیت خودشان را آغاز میکنند و هنگامی که نظام دوزینگی و مثل دیگر دولت‌های ترقی کرده در قبال جمهوری تاجیکستان قبول کرده در زمینه اول یعنی بانک ملی تاجیکستان و در زمینه دوم دیگر تشکیلات‌های مالیوی و قرضی یعنی می‌ایستادند و عموما ما به کاتگوری‌ها جدا کردیم و گفتیم که بانک ملی تاجیکستان بانک مرکزی امیسیونی و ذخیروی میباشد و دیگر تشکیلات مالیوی قرضی این بانک‌ها تشکیلات مالیوی قرضی خود یعنی تشکیلات‌های قرضی خود فندهای قرضی خود و دیگرها یعنی به شما می‌روند و ما گفته گذاشتیم که در قلمرو جمهوری تاجیکستان و 31 دکتر سال 2023 یعنی 64 عدد تشکیلات‌های مالیوی قرضی یعنی وجود دارند. در داخل اینها موجود هستند بانک‌ها، تشکیلات قرضی خود، تشکیلات قرضی خود و فندهای قرضی خود. یعنی ما گفته می‌توانیم که در زمان پوزیده یعنی در زمان موسیقی و 31 ژانویه سال 2023 یعنی طبق معلومات‌های آماری که در بولتن آماری بانک ملی تهیه کرده شده است و همه ما دسترس است در همین سندهای یعنی در همین پیشنهاد شده است که بانک‌ها 15 عدد هستند یعنی 15 عدد بانک‌ها داریم در تشکیل در قلمرو جمهوری تاجیکستان فعالیت کننده و یکی از این بانک‌ها بانک اسلامی است که در اساس قانونگذاری بانکداری اسلامی فعالیت خودش را برای می‌نماید یعنی دو بانک دیگر بانک دولتی هستند بدونیم که کدام بانک‌ها بانک‌های دولتی هستند و کدام بانک‌ها بانک‌های سهامی تجارتی هستند یعنی بانک دولتی بانک امانت‌گذاری و بانک صنعت و صادرات یعنی بانک دولتی میباشد و دیگر بانک‌های بانک‌های سهامی تجارتی هستند و اونا در دایره نظام بانکداری را درس گذاشتن معلومات‌های مفید گرفتن و امروز می‌خواستم من در دایره موضوع کردیت یعنی قرض به شما معلومات دهم و عموما مقصد آموختن از مد نظر کردن این موضوع در چی است؟ ببینید که بچه‌ها عموما قرض یکی از کاتگوری‌های اقتصادی میباشد. ما همچون شهروند مثلا همچون شخص واقعی امکانیت بانک‌ها برای ما فراهم می‌آورند تا اینکه ما از مبلغ‌های قرضی استفاده برای و سمت فعالیت خودمان را وسیع گردانیم و گفته شده است در اینجا که قرض یعنی این مبلغ پولی است که از طرف تشکیلات‌های قرضی یعنی به شخصان حقوقی و واقعی پیشنهاد کرده می‌شود و ما گفتیم شرطنامه قرضی چی است؟ شرطنامه قرضی در اساس مثلا اون یک طرف
قرضده از دیگر طرف قرضگیر منقول یا اشیا یا دیگر ذخیره‌های عموما مدیر و همچنین مالکیت یا برای اداره اپراتیوی و قرض پیشنهاد می‌کنند و قرضگیرنده در نزد تشکیلات قرضی عهده‌داری برداشت می‌گیرند. و عموما ما گفتن می‌کنیم که ما در هنگامی در موضوع کریدیت هم می‌ریم، یعنی کریدیت خودش اصلا پولی است که تنها تشکیلات‌های قرضی حقوق پیشنهاد کردن کریدیت را دارند و این شخصان حقوقی و واقعی می‌توانند از این مبلغ‌ها یعنی استفاده برند و مثلا سمت فعالیت خودشان رو دیگر چگونه مثلا تاجران ما حاضر به نهایت دستگیری از طرف دولت برای صاحب‌کاری به نهایت رواج و رونق یافته است. مثلا ببینید که برای زن‌های صاحب‌کار یعنی به نهایت قرض‌های مفید پیشنهاد کرده میشن برای رواج و رونق دادن صاحب‌کاری. مثلا وابسته به کدام سمت فعالیت مشغول است ولی در ساحه صاحب‌کاری یعنی می‌تواند از تشکیلات قرضی قرض‌های با فایز مفید گیرد و فعالیت خود را یعنی چیکار کنند؟ آغاز کنند یعنی مثلا تصحیح کنند می‌تواند این امکانیت را دارد. بعد بچه‌ها که نابسته از آنی که کریدیت از طرف تشکیلات‌های قرضی یعنی پیشنهاد کرده می‌شود در تشکیلات‌های قرضی یعنی خوف به نظر می‌رسد. ما وقتی میگیم که ریسک هر یک فعالیتی در تشکیلات‌های قرضی پیش می‌شود با خوف‌ها روبرو می‌شود. یعنی خوف قرضی یکی از خوف‌هایی است که به نهایت تشویش‌آور است در تشکیلات‌های قرضی که یعنی خوف‌های اساسی به شمار می‌آید. خوف قرضی این همان خوفی است که در حالت یعنی به میان آمدن خراجات یا ضرر در نتیجه از طرف مشتری بیان کرده شدن شرط‌های در شرطنامه یعنی پیشنهاد کرده. چگونه؟ مثلا شما همچون میزاج میتوانید در تشکیلات قرضی برای درخواست کریدیت یعنی درخواست عریضه پیشنهاد کنید. در حالتی که شما عریضه پیشنهاد میکنید یعنی شما شناسنامه خودتون رو البته که در اونجا ضمیمه میکنید. هنگامی که شما درخواست پیشنهاد میکنید یعنی تشکیلات قرضی چیکار میکنند؟ تمام حالت شما رو میسنجند، حالت مولوی شما رو سنجیدن این معنی حضورت که علمی خوفی قرضی خودش یعنی پس میکنند. در حالتی که 5 پرینسیپ اساسی کریدیتی وجود دارد. بچه وقتی که میزاج من بسته شخصی حقوقی است یعنی شخصی واقعی است ما میدونیم شخصی حقوقی کیا بوده میتواند شخصان واقعی کیا بوده میتواند شخصان واقعی این ما و شما هستیم مثلا شهروندان جمهوری تاجیکستان اما شخصان حقوقی کارخانه و تشکیلات ها هستند مثلا کارخانه و تشکیلاتی که از قید وزارت عدلیه یعنی گذشته هستند و آنها همچون شخصی حقوقی اعتراف کرده هستند و آنها گفتن به مورد است که در برابر شخصان واقعی نیز میتوانند از تشکیلات قرضی مبلغ کریدیتی درخواست کنند. یعنی برای چی میگن که بانک ملی تاجیکستان مقصد اساسی بانک ملی تاجیکستان گرفتن فایده نیست لیکن در برابری که مقصدش گرفتن فایده نیست لیکن فایده به دست میارد. از حسابی چی فایده به دست میارد؟ از حسابی یعنی شخصی یکمی میباشد که بر تشکیلات‌های قرضی کریدیت پیشنهاد میکنه. فقط بانک ملی حقوقی قرض‌های بین بانکی دادن دارد. یعنی بانک‌ها نیز میتوانند بین یکدیگر قرض‌ها پیشنهاد کنند لیکن ارگان یکمین درجه هست که بر تشکیلات‌های قرضی کریدیت پیشنهاد میکنند. و از این است که معیار فایزی یعنی معیار بازخواهی که معیار قرضی رو معین میکنه سرپری فینانسیل رو میگن اما این معیار بازخواهی از آن اینجا یعنی برای قرض‌ها پیشنهاد کرده میشن و عموما گفتن به مورد است که بچه‌ها خوف قرضی یعنی اون خوف است که هنگامی نپرداختن و وقتی پرینسیپ‌های قرضی نامبر ببینیم حتما برگردنده است. هم پرینسیپ است پرینسیپ یکم حتما برگردنده است پرینسیپ دوم حتما یعنی مطلق‌ناک است پرینسیپ سوم فایزناک است. ما می‌دونیم که تشکیلات‌های قرضی یعنی بانک‌های تجارتی مقصد اساسیشون چی است؟ گرفتن
فایده است، پس بیشتر فایده به دست میارن از حساب پیشنهادی عملات‌هایشان. پس چهارم این تغییرات مالی داشتن کردیت هستند، چون که قرار میگم بود زالو وقتی که شما یعنی با بانک مراجعه میکنید اگر حجم مبلغ کردیتی شما زیاد باشه در این دلار با شما چی پیشنهاد میکنن، یعنی از طرف تشکیلات قرضی از شما درخواستی یعنی قرار میکنن. و پنجم پرینسیپش این حتمی مقصدها بودن کردیت است بچه. وقتی که مقصدها کردیت پیشنهاد کرده میشود یعنی از طرف شخص از طرف میزوج با مقصد معین گرفته میشود، یعنی اون با سمتی درست سفر کرده میشود. بعضی شخصیت‌هایی هستند که از تشکیلات‌های قرضی یعنی کردیت میگیرن اما این مبلغ‌ها رو ثمره‌ها استفاده نمیبرن و یا یک بیزنس نقشه خودشون دارن. وقتی که همون بیزنس نقشه با شما مبلغ معین سفر میکنید شما میدونید که در طول یک سال فعالیتتون فایده‌ای که بر دست میآید از حساب این مبلغ‌ها یعنی هم روی پوش میکنند فایزی قرض شما یا کردیت شما هم فایده معین شما میتوانید از آن به دست بیارید، از فعالیت پیش بردارتون به دست بیارید. بنابراین همین هر یک کردیت باید با مقصد باشد. نوبسته کردیت حتی همون هدف فعالیتی که ما داریم باید یک مقصد معین داشته باشه. من چون که با من سحر میخیزیم و کار می‌آییم یعنی مقصد ما چی است؟ رفتن، درس گفتن، درس خواندن و دانشجویان معلومات دادن. مقصد ما همین است، یعنی ما باید مقصد معین و کار می‌آییم. تشکیلات‌های قرضی نیز همین هستند، یعنی هنگامی که مبلغ کردیت پیشنهاد میکنن باید میزاج مبلغ همون گرفتنش رو با مقصد یعنی سفر یعنی این بود درباره منیتوری مالیوی از جانب مجموعه چهاربینی‌هایی هستند که هنگام دادن مبلغ کردیتی از طرف تشکیلات‌های قرضی یعنی مقامات وکالت‌دار و مقامات دیگر دولتی در ساحه مقاومت و خانگردانی، رسمی کنونی و درآمدهای برای جنایت به دست آوردن و مبلغ‌گذاری‌های تروریسم اندیشیده می‌شود. یعنی نگاه کنید بچه‌ها، عموماً در هنگامی که مبلغ داده می‌شود یعنی قرض پیشنهاد کرده می‌شود از جانب تشکیلات‌های قرضی، مرحله‌های مخصوص 12 مرحله دارد که از اول سر کرده می‌شود از پیشنهادی یعنی درخواست کردیت. هنگامی که شخص کردیت گیرنده یعنی درخواست می‌کند در این حالت من گفتم که دوم دوره یعنی چیکار می‌کنن تشکیلات قرضی اصلا می‌گذارند. من نگاه کنید بچه‌ها، وقتی که ما عموماً در دایره مارکتینگ میگم باید بزرگ موضوع هنگام پیشنهاد پیش از آن که کردیت یعنی درخواست می‌کنیم از تشکیلات قرضی و در این حالت وقتی که تشکیلات قرضی یعنی با تشکیلات قرضی عریضه پیشنهاد می‌کنیم یعنی بازدید تجارت انمون پورا معلوماتی که شما با کدام سمت مبلغ سفر می‌کنید از شما طلب کرده می‌شود. برای چی وقتی که هنگام شما با بانک وارد می‌شوید یعنی مخصوص متصدی است که در آنجا با شما کار می‌کند، یعنی ما معلومات کافی برای درخواست کردیت نداریم. هنگامی که با بانک وارد می‌شوید در این حالت با ما شخص خدمت رسانی می‌کند که پورا معلومات کافی در دایره دادن یعنی با ایجاد رساندن شهرنامه کردیتی یعنی مفید بودن شهرنامه کردیتی یعنی چگونه ما امکانیت بیشتر داریم که تا اینکه فایزهای پستر با فایزهای پستر گیریم یعنی با مهلتی خوبتر گیریم تا اینکه همون مبلغ ما در مهلت مقرر داشته برگردونده داده و عموما تحلیل مالیوی تیار نمودن ممورندوم مخصوص کنتانس است که از طرف تشکیلات قرضی یعنی برای دادن کردیت پیشنهاد کرده شد، یعنی مبلغ پیشنهاد کردیت. عموما کمیته کردیتی و کمیته کردیتی پیشنهاد کرده میشد هنگامی که از طرف تشکیلات قرضی ممورندوم ترتیب داده میشد و کمیته دیپارتمان کردیتی سفربر کرده میشد که آیا امکانیتی تمام دولت مالیوی سنجیده شد که امکانیت به این گونه شخص پیشنهاد کردن مثلا کردیت رو ما داریم نداریم. در این دولت دیپارتمان کردیتی یعنی خلاصه عمومی خودش را در حالت پوره سنجیده برآوردن بودجه‌های میزاج میبرد و یعنی با پیشنهاد میکند که میزاجی یعنی پرداخت پذیر باشد امکانیتی به این میزاج دادن مبلغ کردیتی بانک دارد.
و در این حالت و رسمیت درآوری یعنی تمام حجت‌ها از میزوج طلب کرده میشن، از کردیت گیرنده طلب کرده میشن و هنگام پورا و رسمیت درآوردن حجت‌ها پیشنهاد میکنن و مانیتوری میذارن پرداخت. یعنی در این حالت پورا این مرحله ها پورا یعنی اجرا کرده میشن. و بچه‌ها یک چیز دیگر در اینجا ما گفتیم که بیروی تعریف قرضی، یعنی بیروی تعریف قرضی چگونه مثلا تشکیل قرضی است که شخصی حقوقی است، بیروی تعریف قرضی شخصی حقوقی میباشد که همچون تشکیلات تجارتی یعنی طبق ترتیب پرونده قانون درباره بانک ملی تاجیکستان و عموما دستورالعمل‌هایی که از طرف بانک ملی پیشنهاد کرده شدن یعنی تشکیل کرده شده است و مخصوص جایی هست که تشکیلاتی هست که در اونجا در همین کمیته قرضی یعنی بیروی قرضی تمام معلومات‌ها در دایره همون میزوجانی که تعریف پوره قرضی دارن در اونجا ثبت کرده میشن. اگر میزوجان مثلا تعریف فایز پرداخت خودشون و تأخیر رفتن در این حالت آنها دیگر امکانیتی گرفتن مبلغ کردیتی رو از تشکیلات قرضی ندارن. گفتیم که اگر مثلا در طول تا 60 روز و تأخیر رفتن در این حالت در قسمتی میزوجانی شبهناک یعنی وارد کرده میشوند و بانک میتواند امکانیتی رد کردن مبلغ‌های کردیتی رو در دومین درجه به این گونه شخصیت رو داشته باشد. و عموما دیگرش در اون است که قسمت قرض‌های بانکی یعنی ما در قسمت قرض‌های بانکی وارد کرده مبلغ قرضی، مهلت قرضی، معیار فایزی، پاداش خدمت هم که فایز معین، تامین مبلغ پرداختی و جدول ادای قرض. یعنی همین حجت‌ها از طرف تشکیلات قرضی و میزوج کردیت گیرنده پیشنهاد کرده میشوند که شما طبق همین جدول ادای قرض یعنی علاقه معین کرده میتوانید که هر مهلتی پرداختی قرض شما میآید و شما در همون وقت علاقه طبق همین جدول ادای قرض مبلغ قرضی خودتون میتوانید توسط حاضر بین باید امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شده است. میتوانید توسط الکترونی اما گفتیم که معاملات عموما دو طرز رو در بر میگیرد، نقدی و غیر نقدی. شما میتوانید هم توسط بانکمت‌های باز مثلا فایزهای قرضی خودتون رویای که مبلغ قرضی رو پرداخت کنید، هم میتوانید توسط حمایه‌های الکترونی یعنی غیر نقدی از یک صورت رو به صورت دیگر اینجا یعنی این درباره پورا پرداختی قرضی است. و عموما بچه‌ها به نهایت قرض‌ها از روی گفته مهلت‌ناکی‌شان و سه گروه جدا کرده میشن. یعنی قرض‌های عموما کوتاه مهلت، قرض‌های میان مهلت و قرض‌های دراز مهلت میگن. یعنی قرض‌های کوتاه مهلت استفاده برای آنها از 3 ماه تا 1 سال رو در بر میگیرد. در بسیاری مهلت‌ها بسیار تشکیلات قرضی هستند که میزوجان را جلب میکنند، مثلا محصولات‌های بانکی خودشون رکلام میکنن، جلب میکنن میزوجان. در این حالت چیکار میکنن؟ مثلا امکانیت بر میزوجان میدن که تا اینکه همون مهلت استفاده برای کردیتشون رو در تا طول 6 ماه یعنی بکنن تمدید. برای چی؟ برای آنکه پس از 6 ماه استفاده برای مبلغ کردیتی شما همچون میزوج در بعض میزوجی یعنی وارد کرده میشه و هنگامی که شما دومین درجه امکانیت خواهش گرفتن درخواست کردیت رو داشته باشید، در این حالت بانک و شما همچون میزوجی باورناک اگر شما پورا پرداختی فایزهای قرضیتون پورا به تأخیر رفتن پرداخت کنید. در این حالت بانک و شما امکانیتی چی بگذارد؟ برای گرفتن دومین درجه مبلغ کردیتی در اساس باوری
یعنی شما همچون باوری میزاج باورینا در همون بیوروی قرضی که من گفتم شما ثبت شدگی هستید. شما همچون میزاج باورینا ثبت شدگی هستید و امکانیت میزاج باورینا چی است بچه‌ها؟ برای اون است که همون معیار فایزی که برای شخصیتایی که اولین بار میآیند درخواست کردیت میکنن امکانیت شما یعنی همچون میزاج باورینا پستر کرده میشود، فایزهای آنها پستر کرده میشود، یعنی درخواست بعضی بودجه رو کرده میشود چون که شما همچون میزاج باورینا در یعنی کویته قرضی ثبت شده هستید و شما امکانیت گرفتن درخواست دو درجه قرض دارید. و عموما بچه‌ها در هنگامی که در تشکیلات‌های قرضی یعنی وارد میشن بسیاری سوال‌ها برمی‌آیند. ولی مبلغ کریدی قرض‌های میان مبلغ هستند. بچه‌ها بین باید گفتید در کانون‌های جمهوری تاجیکستان از همه قرضی که بیشتر استفاده میبرند این قرضی کوتاه مدت است. یعنی همین قرض‌های استعمالی که ما میگیم اکتیویتیز کریدی یعنی قرض‌هایی هستند که مدتشان تا 1 سال در بر میگیرند. این گونه قرض‌ها برای چی است؟ خانه درآمدنی طلبات‌های اهالی یعنی خانه درآمدنی طلبات چی؟ خریدن تلفن‌های موبیل کریدی، خریدن یخدان، خریدن تلویزیون، خریدن کاندیشنرها یعنی آن چیزهایی که برای اهالی یعنی برای طلبات‌های روزمره‌اش پورا خانوادمند کردن. در این حالت شما چیکار می‌کنید؟ خریدن پلیسوسان با شرکت مالفروش یعنی شرطنامه امضا می‌رسونن تشکیلات‌های قرضی و شما در داخل آن شرکت‌هایی که مثلا کارخانه‌های مغازه‌های سردایی که با بانک‌ها سازشنامه دارن وقتی به شما وارد بشن آنها اگر اهمیت داده باشه هم با طریق کریدیت به شما میدن حتی سامانه‌هاشون وجود دارن. سامانه‌های وجود دارن که من مثلا الف شاپ یک چیز عادی می‌بینم من الف شاپ شما الف شاپ همونها شناس هستید در بفکرم ببینید که الان وقتی که مغازه الف شما می‌گشایید در اونجا تمام این نمادهای مثلا یخدان کامپیوترها، تلفن‌ها، پلیسوس و هکذا گذاشته شده هستند. یعنی در یک قسمتش کریدیت نوشتگی هستند، مهلت پرداختش هر ماه چگونه است، در یک طرفش نقدی نوشتگی است. ببینید که نقدی مثلا هم نقدی فروخته میشن و هم غیر نقدی فروخته میشن. یعنی با طریق کریدیت. بانک چیکار میکنه در این حالت؟ وظیفه بانک از چی عبارت است؟ وظیفه بانک پورا مبلغ کریدیتی مرکزی مالفروش رو یا شرکت مالفروش رو یا که مثلا اون ولی خدمت رسانی رو پورا پرداخت میکنن و در این حالت شما در نزد بانک عهده‌داری برداشت میگیرید که پورا مبلغ به بانک برگردونید. یعنی در این حالت بانک از حساب میانروی چیکار میکنن؟ فایده برداشت میکنن. یعنی بانک نه تنها از حساب فایزها از حساب کلی عملیاتی که میگذارونن طبق و قانون درباره بانک ملی تاجیکستان و قانون درباره فعالیت بانکی در آیین‌نامه تشکیلات قرضی آورده شده است که تشکیلات قرضی حقوقی گذراندن نه هم از سه عملیات دارد. گفتم که بانک چی است خودش؟ بانک این مؤسسه مالیوی میباشد که مبلغ‌های موقتا آزاد اهالی را و خود جلب میکنند و این مبلغ‌های جلب کرده شده را با 5 پرینسیپی همین کریدیت که نامبر کرده با 5 پرینسیپ یعنی بر دیگر شخصانی که به این مبلغ‌ها نیاز دارند سفربر می‌سازند. یعنی با فایز معین برگردنده گفتیم، مبلغ گفتیم، فایز گفتیم، تامینات مالی داشته گفتیم و مسئله گفتیم. و گفتیم که تشکیلات قرضی یعنی حقوقی نه هم از سه عملیات رو گذراندن دارند. کدام منوی عملیات رو؟ پوشاده و پیشبرد حساب‌های جاری می‌ذاریم بچه‌ها. وقتی که ببینید که ما همچون شهروند جمهوری تاجیکستان می‌توانیم در بانک‌ها یعنی صورت حساب‌های جاری کدام داشته باشیم. صورت حساب می‌گوشیم با صورت حساب کد یعنی عملیاتی جای داشته رو به سامان می‌رسونیم. و دیگر گفتیم دادن کریدیت و شخصان حقوقی و حقوقی و نسبتاً سیوم این قبلی
پسنداز و علامت‌های شخصانی حقوقی و واقعی می‌باشد. نکم از حقوق نکم اصلی عملیات گزارندن دارد که تشکیلات‌های قرضی یعنی مبلغ‌های موقتا آزادی علاوه رو جلب می‌کنند و چگونه جلب می‌کنند، یعنی چگونه با تشکیلات قرضی می‌توانند این مبلغ‌ها رو جلب کنند. یعنی گفتگوی زمانی فایز پسندازها یعنی بلند داشته می‌شوند. مارکتینگ بانکی گزارانیده می‌شود، یعنی مارکتینگ بانکی خودش یک هوسمندگردانی یعنی طرح درست پیشنهاد کردن محصولات بانکی است. هنگامی که محصولات بانکی درست پیشنهاد کرده می‌شود یعنی میزاج نیز از این محصولات استفاده می‌برد، یعنی یکی از محصولات بانکی این سفارت کردن مبلغ کردیتی است. و اون سیوم مبلغاتی از این مبلغ که بر قرض‌های جدا می‌کنه، یعنی این قرض‌های میان مبلغ هستند و سیوم قرض‌های دراز مبلغ هستند که میان مبلغ یعنی قرض‌های مبلغشون از 1 سال تا 3 سال رو در بر می‌گیرند و قرض‌های دراز مبلغ از 3 سال زیادتر یعنی تا 15-20 سال رو در بر می‌گیرند که به نمود این قرض‌های هیپوتکی داخل میشن. شما البته که درباره قرض‌های منزلی خبر دارید. قرض‌های هیپوتکی از جانب تشکیلات‌های قرضی یعنی برای خریدن خانه، برای خریدن زمین، برای مثلا تعمیر خانه و خودکار پیشنهاد کرده می‌شود و امکانیتی بیشتر برای شخصان داده میشن، یعنی برای مزاجان داده میشن تا اینکه در مهلتی از حسابی که حجما مبلغ‌های کمان است تشکیلات قرضی امکانیت پرداخت این مبلغ‌ها رو یعنی قرض‌های دراز مدت هستن امکانیت پرداختشان رو تا 15 سال رو یعنی من هم کیس کردم پیشنهاد می‌کند که مدت پرداختش 15 سال رو در بر می‌گیره. البته همون می‌دونید که قرض‌های هیپوتکی یعنی قرض‌های حجما مبلغش کم نیست، یعنی خانه در بینای زیربانی می‌کردگی یا اینکه جایی که زیربانی می‌کنه ارزشی کم نداره. در مثلا نه تنها در جمهوری اسلامی در دیگر دولت‌ها نیز یک شخص نمی‌تونه در مدت کوتاه یعنی مبلغ جمع‌آوری کنه تا اینکه منزل زیست خرید کنه. بنابراین بانک‌ها امکانیت می‌دهند تا اینکه شنیزاجان یعنی از این قسم از رسانه‌های بانکی استفاده دارند و خودشان رو تامین خودشان خانه گردانند. و عموما گفتن به مورد از بچه‌ها که هنگامی که شما به بانک وارد بشید همچون شخصی خود نیست، مثلا شخصی هستید که فقط معلومات گرفتن می‌کنید به بانک وارد بشید البته که از شما اولین درجه چی پرسان می‌شود، یعنی مقصدی شما از چی بود؟ مقصدی آمدن شما. مثلا وقتی که ما بگیم که به تشکیل قرضی وارد میشیم ما به اون مقصد به تشکیل قرضی وارد نمیشیم. یک مقصدی معین داریم که به تشکیل قرضی وارد میشیم. یعنی مقصد ما استفاده بودن خدمت رسانه‌های بانکی است. یا شدن صورت حساب، یا شدن دفترچه چکی، یا شدن کارت پلاستیکی یا اینکه درخواست کردید. یعنی خدمت رسانی‌های به رعایت زیادتر تشکیلات قرضی هر میزوج یک مقصد معین دارد که از خدمت رسانی‌ها از کدام این خدمت رسانی‌ها یعنی استفاده می‌کنند و با همین مقصد به بانک وارد می‌شود. بنابراین یعنی اولین درجه متصدی که وابسته کرده شده است به همین گونه میزوجا یعنی پورا خواهش یا اینکه معنی همون میزوجا می‌فهمند و سپس به آنها چی پیشنهاد می‌کنند؟ مبلغ کردیتی یا خدمت رسانی‌هایی که از طرف تشکیلات قرضی یعنی پیشنهاد می‌کنند و می‌توانند امکانیت بیشتر را برای دیگر خدمت رسانی‌ها پیدا کنند. عموما ما گفتیم که سوالایی که بیشتر و که باید و پردازنده یعنی پیشنهاد کنند همچون متخصص امکانیت پیشنهاد کردن این سوال‌ها دارن یعنی کدام نمونه قرض‌ها پیشنهاد میشن. گفتیم که قرض‌ها میشن قرض‌های تجارتی، قرض استعمالی، قرض‌های بین بانکی، قرض‌های بین الخلقی، یعنی قرض هیپوتکی، قرض لیزینگی، یعنی اینها همشون نمودهای قرض‌های هستند که تشکیلات‌های قرضی و میزوجان پیشنهاد و شخصان واقعی پیشنهاد میکنند و همین سوال‌ها نسبت مثلا پیشنهاد کردیت شدنش امکان پذیر میباشد.
نسبت گرم چی پیشنهادها میشن؟ مثلا ما میدونیم که هنگامی که گرم طلب کرده میشه ما چی داریم؟ ما سوال میگیم. مثلا گرم طلب کرده میشه وقتی شما حتما یعنی قرضای من هیپوتکی یا قرضای لیزینگی میگیرید و این وضعی اون چی رو داشته میشه یا همون قرضای لیزینگی اصلا برای صحبت کشاورزی پیشنهاد کرده میشه یعنی مثلا ماشین هایی که حاضر از لابراتوار وارد کرده میشه یعنی وضعی لیزینگ داده میشه یعنی مهلت پرداختی ها تا 10 سال 15 سال رو در بر میگیره و هنگامی پرداخت کردن یعنی چیکار میکنن در آخر یا اینکه پورا اموالی برقرار گذاشته یعنی لیزینگ دهنده و برگردانده میشه یا اینکه با حساب فوند آمورتیزاسیونی چیکار کردن میشه خریداری کردن میشه. و دیگرش گفته نسبت پس‌اندازها چی پیشنهاد میشن یعنی پس‌اندازها ما می‌دونیم که مبلغ‌هایی هستند که یعنی از طرف شخصانی و واقعی در تشکیلات خرجی که داشته میشن جلب کرده میشن باز گفتم که بر نسبت بلند بودن فروش‌ها یعنی یک حواس مبلغی مارکتینگ داده میشن تا اینکه مبلغ‌های پس‌اندازی همین مبلغ موقتا آزاد و چون یک چیزی عادی میگم شما وقتی که مبلغ موقتا آزاد است و یک استفاده نمیبرید و بهبود خوب میکند همین برده در تشکیلات خرجی زوران تا اینکه باید یک فایز معین در آن ثبت شود یعنی این باز برای میزاج بالاتر میشه. بنابراین همین اوریدی نسبت به پس‌اندازها چی پیشنهاد میشود و من معیار فایزی بچه‌ها یک چیز میگم من معیار فایزی چی از خودش معیار فایزی هم برای پس‌انداز معین کرده میشه هم برای قرض پیشنهاد کرده میشه. معیار فایزی پس‌اندازی یعنی پورا حساب کرده میشود و در هنگامی که معیار فایزی پس‌اندازی مثلا من خود پس‌اندازی که از طرف بانک اسقاط پیشنهاد میکنه یعنی قبول میکنن از فایزی سالانه رو تشکیل میده و این مبلغ‌ها موقتا آزاد اولیه هستند که اونطور جمع‌آوری میکنن و بعد این مبلغ‌ها رو یعنی چیکار میکنن سفربر میکنن و کردیت و معیار فایزی کردیتی این همون معیار بازتمویل که گفته استفاده ریفینانسی رو باید یعنی معیار بازتمویل است که از روی همین معیار بازتمویل مقرر کرده میشود یعنی معیار قرضی دیگر تشکیلات قرضی هم معیار قرضی مثلا نوبسته طوری که معیار فایزی قرضی است اصلا حسابی طرز حسابی معیار فایزی در کمره جمهوری اسلامی حاضر به معیار انویتیتی صورت میگیرد و عموما معیار انویتیتی خلفی برگشتن مبلغ‌های کردیتی رو و مبلغ‌های فایزی رو پستر می‌کند. این بود عموما در دایره موضوع امروزی ما سوال‌ها نسبت به موضوع باشد می‌توانید سوال‌هایتون رو بشنوید. سوال‌ها نیست؟ سوال‌ها نباشد سلامت باشید.